بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، تباه کننده های قلب، تباه کننده سوم، دلبستگی به غیر خداوند. سومین بیماری و تباه کننده از آنهایی که قلب آدمی را فاسد می نمایند، تعلیق و دلبستگی به غیر خداوند است که از بدترین اسباب فساد قلب به شمار می آید. هیچ چیزی از دلبستگی و درآویختن به غیر خداوند برای انسان زیانبارتر نیست، زیرا پیوند او را با مصالح و منافع دینی و دنیوی و سربلندی و سعادت اخروی قطع می نماید. تعلق و پیوند به غیر خداوند انسان را از هدف اصلی خویش که توحید در عبودیت و استعانت از اوست دور می‌گرداند، زیرا او با انحراف خویش از صراط مستقیم نتوانسته سهم خویش را از نعمت عبودیت خداوند برگیرد و نه به امید و آرزوهای خویش در تعلق به غیر او دست یافته است. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. بجوز خداوند معبودهای را برای خود برگزیدند تا به گمان خود مایه عزت و احترام دنیوی و اخروی ایشان شوند. به هیچ وجه این چنین نیست و آن معبودهای را که می پرستند عبادت ایشان را انکار خواهند کرد و با ایشان دشمن خواهند شد. همچنین فرموده است: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آنان غیر از خداوند معبودهای را برای خود برگزیدند بدین امید که از سوی ایشان یاری شوند، اما معبودهای دروغین نمی توانند پرستش کنندگان خود را کمک کنند، بلکه آنان سپاهیان آماده معبودهای ناتوان خود هستند. خارترین و زیانکارترین انسانها کسانی هستند که به غیر خداوند دلبستگی و وابستگی پیدا می نمایند، زیرا سعادت، سربلندی و رستگاری را که به خاطر آن از دست می دهند به هیچ وجه با آنچه که به دست آوردند قابل مقایسه نیست و آنان در معرض هلاکت و نابودی قرار دارند. کسی که به غیر خداوند دلبسته و وابسته می شود همچون کسی است که از گرمای آفتاب سوزان به زیر سایه خانه عنکبوت پناه ببرد که سست‌تر از آن خانه یافت نمی شود. در مجموع باید دانست که اساس و پایه شرک تعلق و دلبستگی به غیر خداوند است و چنین کسی مستحق ملامت، خواری و درماندگی است. همان گونه که خداوند متعال می فرمایند: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هرگز با خداوند معبود دیگری را قرار مده، اگر چنین کنی به دوزخ افکنده می شوی و از سوی خداوند و مردم مورد ملامت قرار می گیری و از رحمت خداوند محروم می گردی. ملامت شده که هیچ کس او را مدح نخواهد کرد و درمانده و خواری که هیچ کس او را یاری نخواهد داد، زیرا بعضی از انسانها هستند که در عین مورد اهانت قرار گرفتن محبوب و محترمند، مانند آنهایی که
بناحق مورد تحقیر و توهین قرار می گیرند. گاهی کسانی نیز هستند که در عین مورد ملامت و مذمت قرار گرفتن از سوی دیگران حمایت می شوند، زیرا که به ناروا مورد سرزنش قرار گرفتند. از سوی دیگر هستند کسانی که هم مورد ستایش قرار می گیرند و هم از آنان حمایت صورت می گیرد، مانند کسانی که به حق زمام قدرت و حکومت را به دست گرفتند. اما سهم آدم مشرکی که به غیر خداوند دلبستگی و وابستگی پیدا نموده از میان آن 4 نوع بدترین و بی ارزشترین سهم است، زیرا نه محمود و ستایش شده است و نه منصور و حمایت شده.